سلام علیکم. خوب هستین؟ جان شما جور بخیر. شکر زنده باشین. قربانتان بخیر باشین. زنده باشین. اسمتان؟ غلام فروغ انصاری، ولایت هرات باستان. خیلی خوش آمدید. زنده باشین. پروان باستان. زنده باشین، با عزت باشین. سلامت باشین. چطور از پروان به نظرتان؟ والا خوب است دیگه. نسبت به هرات خوب است دیگه. والا خوب است. خوب شهر بزرگ است، یک کمی ولایت خردتر است. خوب. اولین بار است آمدیم پروان. اولین بار است. اولین بار است که ببینیم بخیر خوشی فرهنگ اینجا مردمش. یک کمی تولیدات آوردیم، آشنایی پیدا کنم درباره انشالله. فرق نمیکنه، هم وطن است و هم وطن است، هیچ فرق نمیکنه. هر دویش وطن ما است و خیلی خوش آمدین به زنده باشین، با عزت باشین. گفتین اولین بار است به پروان آمدن و این جای خرسندی است. یک هموطن ما از آن طرف قله های هندوکش به پروان تشریف آوردن و سرمایه گذاری کردن و این برای ما جای خوشی است، بخصوص برای مردم پروان. و میشه که کمی معلومات بتین در مورد چیزایی که آوردین و اینا که توفیق ناچیز است به ولایت پروان. خب تولیدات ولایت هرات است که خب سوان است. آشنایی هم داشته باشم برادر چیز است، سوان است. سوغات هرات کمی است دیگه. سوغات هراتیان عزیز ما همیشه سوهان است. انشالله که هراتیایی که همیشه کابل میآیند دست خالی نیایند. همچنان به پروان تولید از این خود هرات یک فاز ما به هرات است، یک به ولسوالی شکردره است. ولسوالی شکردره. بله. کابل. چطور است باز کاروبارا، خرید فروش، محصولات وطنی چطور است؟ والا محصولات وطنی خواهد استفاده کنم، ملت افغانستان خیلی خوب میشه. اگه که استفاده کنن رشد میکنن، خارجی که استفاده کنه هیچ وقت رشد نمیکنه. چرا دقیقاً من میگم که چطور است همین خرید فروش میشه نمیشه یا که زیادتر از خارج میشه؟ بیشتری فرصت خاطر که همون نام خارج بالا تاپه خورده، فروشات خب میگیرن که البته به کیفیت تولید داخلیش نمیرسه. کیفیت داخلی خیلی بالا است. یک دفعه استفاده کنن مردم سنجش کنن، خیلی بهترتر است از اینکه چیز باشه. شما مطمئنند که با ولایت‌ها دیگه صادرات دارین؟ به خارج از کشور چطور صادر میکنید نمیکنید؟ به خارج از کشور ما تولیدات روان کردیم، مثل پاکستان، ایران، ترکیه. خب عزیزان شما نگاه میکنید اینجا سوهانا انواع مختلف با دیزاین‌های مختلف ساخته شده از هراتیان عزیز. انشالله که عزیز ما سلامت باشند. ما خوشحال هستیم که دیدیمتان. انشالله که امروز اگر با یک سرمایه کم اینجا آمدین، روز شب که شما سرمایه‌تان بیشتر و سرمایه گذاریتان در افغانستان در کل بخصوص در پروان بیشتر شود. سلامت باشید. خوشحال شدید. تشکر. سلامت باشید. بخیر.